نده شکر زنده بش تو خوبی؟ چکار کنم؟ چکار کنه؟ چرا شما سیما کرده؟ چرا آخه؟ با می شرایط حالا وقته که شما سیوا کنه حال پول ما این شما حالا گردن آوان باشه خوب با می فعلا انتیاگی به ندارم کسی خونی هم با خونه دیشته باشه اگه می دیشتم بعدی من کی بالاتره می آوردم من خودم به دست شما می دادم ندارم فعلا یک ریفه ندارم این وقتی که ما با شما میگفتیم که کار کنین به خوب پس انداز کنین یک غلک پیدا کنین سهمیت روزی به درد شما میخوره شما به قصه نبودیم مصرف شما خیلی بود هرچی به شما میگفتیم به سر شما بد میخورد بد فکر میکردین حالا نمی وقت به درد شما میخورد نی به ما احتیاج بده نی هم به یک دیگه احتیاج بده شما رای نکنیم نانی من خدا می نداشته باشه خوب اگه دیشته باشه خب با شما میدم اما با نانی بفهمه که شما سیوا شدین یک ساعت گریه میکنه خب با شما زنگ میزنم دیگر دماد موسیقی همین آدم بیکاری روز تا شو خود بیکاری سیر میکنه کار پیا سیوا کرده یک خوشی نداره با من احتیاج شدن که یک 5000 پول بده حالا من پول دارم که با شما پول بدم یا نانی من پول دارم حالا میتونید به درد شما پول میخواد وقتی که به شما میگفتیم خب غلک بگین خوش پول بندازیم به قصه نشده حالا میتونه باشیم تا یک کسی شما پول به قرض بده خود شما میتونه تا به صرف میاره یار مانه ما را سراب مرا خرج خونه زندگی بیرون میکنی میگی که تو گیل خرج خود پیدا نمیکنی کجا بید که ما ازم سراخ و بیرون شم مر به تا دالون کجیر ببینه میگه گیلک بیا برو به تو یک سدی میدم می گواگ مال بشوید همه امروز عمر پیار میبینی که بفهمیدی مرا سراب مرا خرج ما بیرون میکنی میگی تو تنبلی تو خرج زندگی خود کار نمیکنی آنه این صدری پیا خدا مهربانه با تا سعی کنی میبینی همسایه دیگه میگه بیا خرمر بشور بیا گوسفندامر بشور فهمیدی چکار میکنی؟ بله چکار میکنی؟ همه کجیر بیاوردم بشور صدری پی با من میده اگه هر کار میکنی اینجا خرج زن و بچه خود مکمل میکنی و خونه خم میکنی دیگه بابار میکنی میخوری بابا جو شما کامی صبح بگفته دیگه نگیم بعد ما ابری حیثیت داره می همسایه تا محله من می کجیر صدری پی با من میده گوه میشیرم میارم میبرم شاید یه خر شاید یه گسپند شاید دیگه پیدا شه بابا دیگه من اونا خونه شما نمیخورم بابا دیگه که بخوری هم نمیدم به تو دیگه دوره بر من خط بکش دیگه خط بکشم خب بابا چشم باش دیگه من گفته هر دم به تو جربستی هم ندارم گفتگوی هم ندارم فقط خرج خود پیدا کن بیا من خونه خود زن و بچه خود به دوره بر من دیگه نیایی بابا تا زمانی که زنده باشیم اگه شما نون خونه ما خوردیم اسم گله که بگذاریم بیاغلق بکو نون خونه ما تو نخور نه من نون خونه من شما میمون نمیکنم اصلا میمون نکن شما میمون نکن مگر برو میخانه مادر سرم بگیرو که بیست دا بابا خوبه لگه آره به گرم دون به خوبه زده تحریمه بیست دا باید به تو نونهایی به خونه تو تیر نکنه نمایه من رفتم دیگه فکر خود بگیر اصلا بابا دیگه از این به بعد نونه خونه شما به من حروم برو دیگه بفهمیدی
خلاص از موتو این حالا که یک جایی به تو بدادم بشوری این یک بعد خرج تو نمیخوام دوی دادم به من شکیل تبلی که داده که بشوری بسی نیست زندگی پیشوری خدا برستینیه خدا برستی می مادر معظم جاتی می مادر خوبشون خوب مگه من بفهم همین مادر می بیای طلاق شما رو بده بابا اصلا شما رو بابا طلاق ده تو میگه 5 دقیقه بس که ما برون کمی شمپوی ریکای بیارم تو رو بشینم نالس فقط میگی سرشیر خوردی به من نالس لبا خورد من میگه بشی برون کمی پودر بیارم بفهمیدی یا متا سر تو باشه گم نشه خب کلا انگار که خنک میخوری بسی کت یار آدم بی عقلی بیدی اینه جوشتنی شتن زنجر خیلیت دیلا بشنیدم که پیار تو سیوا کده راسته پیار ما برو مرا خرج زندگی ما سیوا کده چکار میتونی؟ گردنم بند باشی یک گریپی به من ندادم یک پیاله برنجی ندادم یک پیاله ماشی ندادم یک قاشق روغن چای هیچی همه و زن میگفتن فقط فرشا تخونی خواهیم میگه از شما نلی که بالشته از شما دیگ دست به دیگ نزنیم از این شو از سبا همه کلن جل پستک شما سیوا خاشی نخره یک بیتن پل ندادم خرج خونه خوگی لگنگوله میاری ها؟ مصرف زندگی خوب بازی بعد مجبور برو کار مداری بری دیلا بیا نرو بس قبل کار دارم برو بس سردل ندارم برو آبا تو کار دارم پول میدم بیا برو بله خیلی بینی دیلا ها سکو برو بیا یک کاری کن خوب چیکار کنم امی گو مارور دار بو قرار کرده بشورد با تو یک سدی میدم بیا آه میبری با عموم نه با همون کنار جو ها تا غلط کنار جو برقراره که در مورد دیگه استاد کو 400 لوی بکلی و دیگه پا گل بشو ریف کو برده بیا یک سری بتونی یعنی که جیره اگه بازی رو بشیشتم بیاردم و دست راشم تسلیم دادم با گفتیم من به سر تو کار کشیدم دروغ میگم های گله جو مدگم کاری سر تو کلاغ دیشتم سکر فکر از ما تو مسئله همسایه دادی سرا شما هنی بره سلام هم بزرگ پیشون دالونه سلام خونه شما یه بره خونه ما بزرگ پیشون دالونه بجیر جان برارم من یک ریپ پول ندارم اگه تو کمک نکنی او کمک نکنه کی به من کمک کنه امشب شاید که دیگه ما دومروه امشب تو را میخورم در دهنم بنگم امشب تو را اگه بیام سر زمینه شما هرچی بار کردیم مدرق بگو یک دیگه که همین دکتر که بگی لک بزنی حقیقت لیستی یعنی از سر بانجونا و پیمیا بیام هسته چی؟ به سر از سر زمین بانجون بمیم خود تو چینی آگی لگو فدای سر برو من ای تا با تو غل میدم همون زر هرچی من با همون رفتم خودم اون زر نشیشتم امروز گوی تو نمیتی بیشونو که ازمه پاکتر نبیدد بیا میتونم اصلا بگو تو انسان بچه خوبی نی بیا که بریم از سر زمین واکنم بودو دست سر زمینه؟ بله بیا یک سیدی هم با تو بیا خوبه خیلی دیگه کارگر حالته باشه کارگر بغیر از گیلک دیگه کینه به این منطقه یالک تو رو به خدا رد از رو به درد پیار خونه خود به درد همه میخوره برا رو خور بگردم تو حال مجبوره که کار کنه به خاطر از اینکه پیار رو بدر کرد از زندگی خود برو برات کار خو برو حال سیوای او مجبوره کار کنه حال یار فکر نکنه که سیوا هم باشه کار کنه معلوم همیه که به کجا هسته ایت ما به تو بگم لالا رمضان خوب حال امیت مجبور شده که پینجری به بزن ندید تا شم جگر خور از کار میکنه کجا هست حال من ندیدم مردی سر روز میشه حالی 4 طرف دیگه جای نیه دیگه یا به سر از زمین یا به سر از زمین برات کار امیت سرگردونه میگرده خصه من میرم بلکی او بر باشه خوب اگر نور دیدی که مور ندیدی مور دیدی برای بگو رمضان به تو کار داشته خوبه باشه صحیحه من میتونم مثلا یکی نمیشه خوب مو هم که باشه نمیشه یک نفر دیگه هم اگه بودی خوب بوده برای میکنم من شما فقط رابرا کنی سر کار مور به شما رای میکنم کارگر حال پیدا کو برای حقوق کارگری اون میدم خوبه دلجم باشم دلجم باش پشت پکو مور پیدا کردم اگه دیدم مور میگم که بیا صحیحه خاله کو من میرم برات گله یک کارگر دیگه هم تو پیدا کو خوبه باشه صحیحه من دلجم که صبح خرما خلات میکنه دلجم باش خوبه صحیحه خدمت لنگاز دلبر بلبل مسیح این گوساله را کجا آوردی شما کو گاو ندارین بله گوساله را کجا آوردی گوساله کجیره های به دست تو چیکار میکنی این به گوساله رو ببردن که به تا ببردن گوساله به چیز بشیشتم این بشیشتم به من گفت کباب رو بشوره آخی گلک پیار تو سال به 12 از تو میناله کی بیکاری میری با گاوا مردم میشوری برا جواب داد من کی جواب داد من خرج زندگی لوکه بیرو که
یا تو یک دیپی حروم باشه به ما داده باشه، یک پیاله برای این حروم باشه، یک قاشق روغن حروم باشه، یک کپ چای حروم باشه، یک خلیط نمک حروم باشه. رمضان هش باش مکتور بگیره فقط. ایران که من میبرم میشیرم، این برای من کجیر تلفاق من سدی میده، من از این به بعد سر خود به تست با پا خود پیج میدم بها میدی، از این به بعد کار میکنم که به خاطر از این که من خرج زندگی حال به خود خویفته حال به خود خویفتدم دیگه. بس توبه که من بیکار بگردم، مردم بیکار نمیگردم. الله رمضان شن راجع خیلی جان تو جوره چی گپوه برای غیره یار هستی سلامت بشی. خب شطور بدیدم برو جو یک نفر به کار دانم این خرمن خو ما این لط کنم دم این دستگاه بخور استاده باشه کم حداقل هم گندم بندازه تا دستگاه. کارگر کارگر ما کارگر می چتاکی باشه.